به یک ولاگ هفتگی دیگه. البته که این ولاگ هفتگی نیست، یک ولاگه که البته ولاگ نیست، یه ویدیویی که میخوایم توش خریدام براتون آنباکس کنم، اوورپک کنیم برای سفر. و اتاقم یه سری تغییرات دادم. این اتاقی که برای خوابیدنه، حالا بهتون نشون میدم. البته که دیدیم تختم رو گذاشتم وسط، بعد اون آینه ها رو گذاشتم اونجا، تازه سفارش دادم دیگه. کموده رو گذاشتم این برتر. گفتم تا این اتاق مرتبه بیام این ویدیو براتون بگیرم که حیف و اینا. این ویدیویی که دارم براتون میگیرم توش کلا یک قراره که یه ذره صحبت کنیم، دو این که قرار خریدامو بهتون نشون بدم و یه سری پیجاشون رو براتون بذارم، راجع به کوالیتی یه سری چیزا براتون صحبت کنم. و حالا فرداش یا پس فرداش اوورپک و فلان و بیسان جمع کردن چمدون برای سفر دیگه. ولاگ سفرم جدای این ویدیوه، چون این ویدیو به اندازه کافی خودش 100% بلند میشه. چتیان تو مخمه از وقتا میام خوش این که بچه ها الان خستم، اینقدر خستم که نمیدونم چون اومدم دارم از صحبت میکنم که ویدیو واقعا هیچی دیواله اسکینکر انجام بدم و کارم انجام بدم. گفتم یه ولاگ یه چیزی بذارم ببینم کی ولاگ گذاشته، بشینم نگاه کنم، یه ذره اسکینکر و اینا صورتم بهش برسم، پوستم برسم فرش بشه و اینا دیگه. حاضرشم رو برم خونه دوستم. Let's go. خب بچه ها اینجا رو ببینید، این رگالامه که هفته پیش رفتم جدید خریدمشون، چوبی که ست بشه. دوستم داشت این میزد مجبورم قطع کنم. رفتم چوبی خریدم که ست بشه با اتاقم، همه چیش قهوه‌ای و ایناست، خیلی شیک باشه مرتب و اینا. بعد دیشب این کموده رو چیدم، یه ذره ترتمیزش کردم، تمام وسیله ها و اینا گذاشتم. بعد این پن کرده بودم بشینم آرایش کنم، یعنی اسکینکر انجام بدم دیگه. تصمیم گرفتم بشینم تخت. بعد کلاها و کیف ساحلیامو گذاشتم این توش پر کلاهه، حالا زیرش خیلی مشخص نیست. آینم خیلی قطرش بزرگه، میگم قطر، طولش و خیلی نازنازیه، واسه این گوشه خیلی باحال شده. بالای تختم هم که میخواد 2-3 تا تابلو بخوره، میبینید چقدر کثیفه، حالت چیز شده. قبلا تابلو زدم بعد زیرش کثیف شد، دودی شد. من اومدم یه دستمال بکشم تمیز شه، گند زدم دیگه. حالا اونو باید درست کنم دیگه. همین، این از اتاقم بود دیگه، گفتم بهتون نشون بدم. گفتم یه ولاگ بذارم و بشم نگاه کنم و روتین پوستیمو انجام بدم و یکم حاضر بشم دیگه. لوازم آرایشم رو بردم اینجا، موهامو شونه کنم. این میسته بچه خیلی باحاله، توش اکلیل داره، خیلی خوشگله. بعد وقتی که شب میرم بیرون میزنم. بعد بچه ها این واسه لک خیلی خوبه، نمیدونم داشتین یا نه تا حالا. سیکالفیت اون واسه بردن لک ها. میبینید من اینقدر استفادهش کردم، تقریبا داره خالی میشه. خیلی واسه لک های صورت خوبه، حتی لک های بدن، هر لکی. بعد فقط اورجینالشو بگیرید چون فیکش پره. من خیلی وقت پیش گرفتم از داروخانه ماروخانه که اورجینالشو، وگرنه فیکش زیاده، حواستون باشه دیگه. این از این هم بذارید بهتون نشون بدم. برند گلدن روزه، دختره داره میره، ببینم چی داره میگیره. آره. بعد یه بوی باحالی میده این بالم لبه، اصلا خیلی خوبه، عاشقشم.
فقط نمیدونم چرا اینجاش کثیف شده، تمیزم نمیشه. انقدرم کیوته، میذارم تو کیفم، سر کار همش استفاده میکنم. همین دیگه. بزن بریم که ولاگمون رو نگاه کنیم. آها یه دقیقه وایسید بچه‌ها. ناخونامو بهتون نشون بدم. ای بابا فوکوس کن روش. رو اینجا بهتر بود. ببینید چقدر عسلن. دیروز درست کردم. چه خیلی عسل شده. بعد این گلا رو با نگین واسم گذاشته. ببینید چقدر عسل شده. خدا قربونت بشم. چون ناخونا باید مینیمال می بود، رفتم خیلی کوتاه و نازنازیش کردم. اینم از ناخونای پام. چقدر کیوت و خوشگل شده. لا لا لا. با صندل. من عاشق فرنچم. دیری دی 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 دی. دیری دی 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 دی. خیلی باحاله. دیگه خوشحال شدم از هم صحبتی باهاتون. شبتون فعلا بخیر تا روزهای بعد، آنباکسینگ و کارهای دیگه و آمادگی های قبل از سفر. حالا اگه خریدی چیزی هم رفتیم براتون میذارم، ولی دیگه خریدا تموم شده. پولا از حساب من پر کشیده دیگه. سوگند قبلی مرده. کارت بانکیم داره ازش خون میچکه. شبتون بخیر. You're stupid. I wish that you would love me. I wish that you would love صبح بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. گفتم که امروز براتون خریدا رو آنباکس کنم و امروز جمعه است دیگه. تا وقت داشتم گفتم براتون اینا بذارم نشون بدم. و دیشب با دوستانشون رفتیم بیرون دیگه. گفتم که الان صبح بلند شم فرش شروع کنم آنباکس کردن خریدام. ببین چیز خاصی نیست، ولی چیزایی که دلم میخواد براتون توضیح بدم راجبشون. و یه سری محصول پوستی مخصوصا، حالا چیزای دیگه خیلی نه. محصول پوستی چیزایی که خیلی به دردتون میخوره و دوست دارم که اگر نیاز دونستین مثلا شما تهیه بکنید حتما. و یه سری لباس و عینک و چیزای این سبکیه دیگه. همین بزنم بریم اینا رو آنباکس کنیم. فردا شنبه است و بعدش یک شنبه، دوشنبه صبح هم میخوایم بریم فرودگاه دیگه، بریم سفرمون. خریدام بود که همشون رو یه باکس کردم. بذارم اینجا. اولین چیز چمدونم بهتون نشون بدم که بچه ها این قدیه سایز بزرگ گرفتم به خاطر اینکه بیشتر نیازم میشد. یه کریان دارم از برند دیوی جونز. خیلی هم میپرسین از کجاست. اینو هم خوردم افتاد. آره این از برند دیوی جونزه. میخواستم یه چمدون بگیرم که ست این بشه و با این استفاده کنم. بعد همه جا با خودم مسافرت و اینا میبردم. پارسالم باش رفتم جنوب، همه چی هم توش جا شد، ولی با بدبختی و خیلی از لباسامو نتونستم ببرم. اینم بهتون بگم. امسال گفتم من برم چمدون بگیرم که هم ست اون بشه، مدلشون شکل هم باشه، همین که حجمش بزرگ باشه، چون برای سفرهای بعدیم نیاز دارم که چمدون فول سایز داشته باشم. و حالا یه بار زمستونه مثلا میخوای جایی بری که لباست کتای خز و ایناست، میخوام جا بشه توی یه چمدون، نه اینکه 20 تا چمدون با خودم همینجوری بکشم و اینا.
و هزار تا داستانای پشتش. من همین موضوع گفتم این فول سایزه رو بگم که بیشتر واسم کاربردی داره. من و صبحانم چون همه جا میریم همه چیم با هم دیگه شیره، لباس با هم برمیداریم، چمدون باشه، ساک باشه، بگی باشه، هر چی باشه دیگه عادت کردیم از بچگی. به خاطر همین دیگه گفتیم که یه موضوع بگیم راحت چی میگه که ست اونم باشه. بزرگ شکلای دیگه داریم ولی من زیاد خوشم نمیاد شکلش. این از چمدون هم خلاصه یه برند آمریکایی هم هستش، مسافری هم وارد میشه، خیلی کیفیت و ایناش خوبه و کلا خیلی دوستش دارم. مدلش هم خیلی خوشگله، رنگش هم براقه، دیگه باید حتما بدم واسه اونجا بپیچنش یه وقتی خراب نشه. البته که چمدون رو دیگه میزنم داغون میکنم. خلاصه این از این. بریم بقیه خریدار رو بهتون نشون بدم. خب بقیه خریدار میشه شامل این باکسه که دونه دونه من بهتون نشون بدم. این ستا چی اضافه آمده؟ خب بچه اول یه دونه ست گرفتم برای من. کلا دیدین که خیلی لباس خواب و اینا زیاد دارم، کلا هم خیلی دوست دارم، هم واسه یه ویدیو گرفتن، هم واسه تو خونه پوشیدن، هم واسه یه مسافرت رفتن و اینا. به نظرم خیلی آدمو شیک و مرتب نشون میده. خونه نیست که مثلا مسافرت میره من دوست داره لباسای ترتمیز و شیک و یه دست بپوشه دیگه. سر همین گفتم یه لباس خواب جدید بگیرم. البته که اینا رو تو خونه هم میپوشم، پدرشون رو در میارم، ولی خب اولش باز کمتر. این شلوارکشه، روش گربه های کوچولو داره، خیلی نازه پارچش. بعد جنس پارچش نمیدونم یه مدل ساتنه ولی به اون صورت براق زیاد نیست مثل شلوارم که الان پوشیدم. یه ساتن خیلی باحالیه، اسمشو نمیدونم، پارچه بازا فکر کنم اسمشو میدونم. چیز بعدی یه پیجی برام بیکینیای بافتنی فرستاده که حالا ویدیو آنباکسینگش هم براتون میگیرم. این بهتون نشون بدم. هر چیزی بگیریه. خدا چقدر عسله. به این صورت لالا لالا. این از این. او مای گاد چه بویی میده. بعدیش اینه، رنگ آبیه، چقدر عسله، فقط چقدر بزرگه. من اینقدر البته اینقدر بزرگه. آبیه، چقدر نازن. لالا زیر آفتاب اینا خیلی خوشگل میشه. من انقدر از این ست بیکینی ها دارم، اگه یادتون باشه خودم برند دارم دیگه، دیفرنت کالکشن. بعد پارسال کلی از این بافتا بیکینی ها مدلای مختلف من داشتم دیگه، فکر کنم همه‌شون رفت. 2-3 تا مونده بود که اونا رو هم دادیم رفت، چیز دیگه نمونده اصلا ازشون. خیلی باحاله، کلا خیلی آدم خوشگل می‌کنه. این یکی خیلی باحال تره، اینو دیدم ولی این زمستونیه، مسافرت آدم داره با کتون اینا خیلی داغ میشه، عسل میشه. وای بلده الان نمیخوره، خیلی گرمه. میبینید چقدر خوشگله، نگاه چقدر نازه جنسش. خب من رفتم یه دونه از اینا بیارم بذارم زیرم، یکم ارتفاعم بیاد بالا. امیدوارم که الان ارتفاعم بهتر شده باشه.
سوگل یه دقیقه بیا. الان باید بیای. داشتم خریدار رو بهتون نشون میدادم. دیگه چی داریم؟ یک اینجا ناکن من بخورم. بابا دارم ویدیو هم نه 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 خوبی. مطمئنی؟ آره. خب یه دونه از اینا برامون گذاشتن که توش یه دونه از این آب نباتا داره که سوگل میخواست بخوره. خب دیگه دیدن داده من بخورم. بعد تو استوری هم وایسش کنم و ویدیو این هم میتونم الان بگیرم تموم شد. بچه ها میخوایم با سوگل و شایان بریم درس بخونیم. درس من که نمیخوام بخونم شما تا زبان بخونم. بریم یه کافه زبان بخونم. چرا اینجوری میشه؟ ببینید از این چیزا داره. این خیلی خوشگله ولی برای چیز خیلی کیوته. چی میگی؟ آها حالا دوتا چیزم برامون گذاشته. دوتا بادی میست هم گذاشته. چه بوی عجیبی میده. یه عطریو میده که من تا حالا نداشتم. گامی بیر. نمیدونم بوی مغازه ها رو میده. عجیبه تا حالا همچون عطریو مثلا نداشتم. ولی بیرون خیلی بوش به دماغم خورده. اینم همینطور. بو تمیزی میده. بزنیم رخت خوابت. بیبی پاودر. بگو چرا بو تمیزی میده. پودر بچه هست. چقدر خوبه. بچه ها بگیرید اینو. سفارش بدید. خیلی باحاله. بوی واقعا پودر بچه میده. خب میریم سراغ این کلاه رو قبلا گذاشتم سرم دیدیم ولی چون نو خریدم گفتم بهتون نشون بدم. یعنی تقریبا 2 هفته پیش خریدمش ولی براتون تو آنباکسام یادم رفت بذارم. چند وقت پیش تو ویدیو قبلی ها گفتم الان بهتون نشون بدم. اینو خودم گرفتم. خیلی هم خوشگله مشکی. انقدر از این کلاه ها دارم فکر کنم یه 10 تا از این کلاه ها دارم. مدل کابویی، مدل مثلا چیز. حالا یه برندم برام فرستاده دوباره. خب با پرنیان عینک سفارش دادیم. عینک اونو براتون باز نمی‌کنن چون شاید خودش بخواد تو ویدیوش نشون بده ولی مال خودمو براتون باز میکنم ببینید. وای خیلی خوشگله. کاش شما بود. خیلی خوشگله. میدونی به دلم نمیچسبه این نکنم اینجوری خیلی کپی مای کپی هم ولی دیگه چه کنم مجبور. خیلی نازه. لا اینه پیجشو الان بهتون میگم. اسکرین شات بگیرید دیگه. چیکا الان من خودم سفارش دادم و تبلیغ مبلیغ نیست. چیکا اپتیک میخواستید بگیرید. اینم از این تا اینا رو جمع کنم. بعد چیز دیگه بیوتی اسکین. بچه ها اینا محصولات داروخانه ایه که من گرفتم. من الان ارتفاعم بهتر شد. صاف کنم. خودمو نمیبینم تو دوربین برای اینکه کیفیت بره بالا. دوربین رو همیشه پشت رو میذارم. نمیدونم چه خبره. چطور ماگم پر کردم. هوا گرم شده مصرف آبم رفته بالا. خب چیز بعدی اینا رو چند روز پیش خریدم. همون جایی که پرنیان استیکر خرید واسه یه آیپدش. البته یادم باشه استیکر واسه چند روز من بگم.
ببینم چی میشه. دلم میاد نمیاد. آره بچه ها اینو گرفتم، خیلی شیک و نازه. خب گوشیم داشت ویدیو نمیگرفت، اومدم الان نگاه کردم، خوب شد دیدم، وگرنه قشنگ کلی ویدیو گرفته بودم و اینا نفهمیده بودم. هر چند دقیقه یه بار باید چکی بکنم ببینم داره میگیره یا نمیگیره. چیز بعدی بچه ها این کلاهاییه که یه پیج برام فرستاده، یه برند کلاه هم، اسمشون سارو فکر میکنم، سارو لیبل. بعد خیلی کلاهاشون خوشگله، تنوع کلاهاشون خیلی زیاده. ببینید این مدل رو ولی خودم تو برندم داشتم. یادش ببینم باش پر شد. دلم خواست دوباره کار بزنم. خیلی خوشگله بچه ها، کاراشون خیلی خوش دوخته، خوش بافته. البته آقا اینو ببینید، این بگه رو شکل بگه آرایشی جدید دیور خیلی خوشگله، ساده. یعنی من عاشق بگای ساحلی اینجوری ساده ام، واسه میکاپ اینا خیلی کیف خوشگله. بعد من اون بگ دیور رو خیلی خوشم اومد، من خواستم سفارش بدم. به چند دلیل سفارش ندم. یک این که تا برسه دق کردم، دو این که اونا ساحلیه و الان داره فصل کم کم عوض میشه. اونقدری تو فصل زمستون چیز جذابی نیست به نظرم، اونقدری که الان به نظر جذابه. دیگه گفتم سریع این مدل رو سفارش بدم که این برند دارتش و هم کاربردی، هم خیلی شیکه، هم ساده است، روش هم هیچی نداره، خیلی بیسیکه. من عاشق چیزای ساده و بیسیکم واقعا. بعد چیزای بعدی هم دوتا کلاه هست. یه نگاه میندازی سوگل دوباره. اوکی خیلی دور نرو بابا، دلم نگه همینجا بیا دارم این سیکالبیت خب. اول نمیدونم. آره بعد چیز بعدی این کلاه هست. چقدر خوشگله بچه ها، مدل کابویتوره، خیلی نازه. خوراک عکاسی قشنگ با یه دامن و پیراهن و فلان و ایسان. این مدل بعدی اینه که اینم خیلی نازه ولی مدلش با قبلی فرق داره. انقدر تو بار مونده چیز شده، تجمعات شده و بذارم چیزا باز شد. ولی اینم خیلی خوشگله. Oh my god, oh my god. اصل. خب اینم از این. چیز بعدی که میخواستم اینم بگش بود که خب بچه ها بعدی ها کلا محصولات پوستی هن که میخوام بهتون نشون بدم. داشتم میگفتم اینا محصولات داروخانه‌ایه که من قبلا گرفتم استفاده کردم و توصیه که من میتونم به شما بکنم اینه که اگر محصول داروخانه‌ای میتونید بگیرید خیلی بهتره واقعا، چون یه سری محصولات داروخانه‌ای همین که موادشون یعنی متریالشون وارد میشه داخل ایران، توی ایران پکیجینگش انجام میشه، حالا تولید میشه و مثلا میاد بیرون. خیلی خیلی من رضایت داشتم از برند ایران این مدت. اسمش RF و خیلی برند خوبیه. فکر میکنم خانومه گفت برند فرانسویه. آره یه برند فرانسویه. حالا تو این دفترچه کل اطلاعات و ایناشو به فارسی نوشته که مثلا به چه صورته و اینا. اینو من گرفتم سری پیش تست کردم، از آبرسانش و مرطوب کنندش خیلی راضی بودم. تموم کردم و دوباره شارژ کردم. الان بهتون نشون بدم که اشتباه داده.
عزیزم این کرم پای تو به من دادی خانوم. یکی میخواد اینو عوض کنه. هیچی، این یکی اشتباه شد. کرم مرطوب کننده باید این بود. چیز بعدی که ازشون گرفتم برای کرم دور چشمشونه. خیلی خانومه گفت خوبه. اینه به این صورت سرش. این از این کرم دور چشمشونه. حالا اینو حالا استفاده نکردم. اینو من آبرسان و مرطوب کنندش استفاده کردم. هستم چه دقت نمی کنیم. سفارش رو من اشتباه فرستادی. اشتباه یعنی دادی به من. چیزی بعدی خب اینه بالم لبشونه. خیلی اینم میگفت واسه پوست لب و اینا خوبه. بالم لب زیاد دارم ولی دوست داشتم یه دونه باشه درست حسابی باشه. بالم لبی که استفاده میکنیم با درد لاجرز رو در میکنیم. اینایی که مخصوصا مغازه ها میفروشن خیلی بهشون حساب نکنیم. همشون در بداغونه. بعد گفتش که برات کلی از اینا میذارم تست کن ببین چطوره. یه برندیه که جدید اومده مثل این که شامپو و ماسک سر و نرم کننده و ایناست. گفت اینا رو استفاده کن اگه دوست داشتی بیا ببر. گفت خیلی اینم برندی که تازه اومده و خیلی میگفت خوبه. حالا استفاده کنم ببینم چطوری. بعد دیگه به خانمه گفتم میخوام ویدیو بگیرم. بچه یه ضد آفتاب گرفتم. این ضد آفتاب پرایم رو قبلا داشتم خیلی راضی بودم. گفتم این سری هم ضد آفتابم همینو بگیرم. سری پیش لافاره گرفتم. لافاره هم خیلی خوب بود ولی این پرایم هم خیلی دوست داشتم. ضد آفتاب رنگیه. گفتم الان که پوستم چیزه ضد آفتابه خیلی چیز ندارم. دوستم داره برونز میشه و اینا خیلی ضد آفتاب سفید نیومدن. خب این از این. ضد آفتاب من زیاد دارم. اون و فلان. از این اسپریام دارم ولی اینو یادم باشه ببرم پس بدم. خب بچه ها من کلی ماسک ورقه‌ای گرفتم. دوتاش که ماسک دست و پاه. اینا هیچی. اینا برای ستامون ماسک صورت گرفتم. مدل‌های مختلف. یکیش مثلا واسه دوست خشک، یکیش شرم فلانه. با 3 تا طعم مختلفش و ویتامین سی داره. حالا ماسک ورقه‌ای این از این. بعد بازم این دوتا ماسک لب و ماسک ورقه‌ایه. باز یه دونه از این بایودنسا گرفتم برای خودم که استفاده کنم و اینا. اون دو هم عکس بگیرم هم بذارم رو پوستم. بعد دیگه میدونید چجوریه دیگه این بایودنسا میمونه چند ساعت. کلاژنش میاد تو پوست و جذب میشه و رنگش بیرنگ میشه دیگه میندازید. بعد چیز بعدی 2 تا از این ماسکا گرفتم. یکیش برای موهای کراتین ماسک موه. این 2 تا خب در میاری میذاری رو موهات. یکیشون واسه موی کراتین پکیجینگاشون رو ببینید چقدر بامزه است. یکیش هم برای موهای فره که موهای سوگل فره یه دونه آرگانشه واسه موهای اونه، یه دونه هم کراتینشه. خیلی باحاله. بعد چیزای دیگه بچه ها اینا خیلی باحالن. اون گفتم چمدون بخرم. اونجا کلا بورس محصولات پوستی و چیزایی که مثلا یه سری مغازه هستن که فقط چیزای اورجینال میارن.
این اسپری بدنه، نمیدونم گفت برندش آلمانیه فکر میکنم. خیلی وحشتناک خوشبوه، یعنی تا حالا اسپری انقدر خوشبو ندیدم. درشو باز میکنم بوش میاد، مگه میشه؟ بوی کوکونات و وانیل میده. خیلی خیلی خوشبوه. اسپری بدنه، خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. یه برند آلمانی هم هست. اگه فکر نمی‌کنم به این راحتی ها پیدا کنید، ولی اگه پیدا کردید اسکرین شات بگیرید بگیریدش. بوهای دیگه هم داشتیم، سری بوهای دیگه شون. اگه تونستم آیدی پیجشون هم براتون میگیرم، چون مغازه بود، از این مغازه هایی که زیر بار نمیرفت که من چیز فیک داشته باشم، همه چیزش 20. خیلی خفن بود. بعد چیز بعدی اینه، میست صورت، مثل همون سیلکر و اون و اینا که مثلا آبرسانی میکنه. اگر جایی پیدا کردین بگیرین، اگر پیدا نکردین من خودم سری بعد که خواستم دارم آیدی پیجشون رو براتون میگیرم. چیز بعدی این دیودرانت هاست که 48 ساعت هست و به شدت خوبه. حتما اسکرین شات بگیرین، تو پیجا من دیدم که میفروشن. خیلی خیلی جزو دیودرانت هاییه که کلا جزو برند هاییه که خیلی خفنه. من شامپوشو داشتم، همین مامش رو استفاده کردم، چیزای متفاوتی از این برند استفاده کردم، اسپریش و فلانش و خیلی برند خوبیه. این واسه یه مام. بعد بقیه سفارش هایی که داشتم سنتلا بود، اینا رو همه رو آنباکس کردم، ویدیو گرفتم، دوباره کنسل شد، من دوباره بگم، واسه همین دارم سریع توضیح میدم. بچه ها این سه تا لاینش رو من گرفتم، فوم شستشوشه، تونرشه و و سرومشه. کلا برند سنتلا جزو برنداییه که خیلی کیفیت بالایی دارن و محصولاتشون و خیلی خوبن. بعد فوم شستشوش اینه، این سرومشه که فول سایز داره و یه دونه هم سایز کوچیک داره. من این فول سایزه رو گرفتم. این از این. چیز بعدیشم این تونرشه. این لاین قهوه‌ایش واسه پوستایی مثل پوستای منه، یکم رو به خشکی میزنه فکر میکنم. حالا دقیقش رو باید بچه برم بخونم چون نمیتونم الان رو هوا یه چیزی بهتون بگم. این هم تونرشه. میبینید این سه تا رو گرفتم. یه دونم گردنبند گرفتم که اینه، الان بهتون نشون میدم. و دیگه کم من که حاضرم لباس بپوشم، میخوام برم خرید و با بچه ها بریم کافه درس بخونم. منم ویدیوهای جدیدم رو ادیت کنم، لپتاپم رو یه ذره سر و سامون بدم دوباره که میخوایم بریم مسافرت. نگاه کنید چرا خوشگله که میخوایم بریم مسافرت. گوشیمو خالی کنم، خیلی نازه. اینم از این. همین بچه ها این خریدای من بود. امروز هم خریدی کردم براتون میذارم. امروز دوباره با هم دیگه میریم بیرون. ولاگمون هنوز ادامه داره. میبینمتون. اینجا رو مشاهده میکنید که چطوری نابود شده خریدا و اینا. همه رو بریزم تو باکسش دوباره و حاضر شم. لباس چی بپوشم حالا؟ خب وسیله هامو تو کدوم بگ؟ این بگه از همش خدایی بهتره. بریزم. این از بگم. دیر شده. خب لپتاپم برای ادیتم. این از این هارد و موس لپتاپم. دفتر خودم و کتابای سوگل.
بذاریم جامد دادی. البته این بگ آرایشی بوده ولی خب من بعضی وقتا توش مدادامو میذارم. هولدر گوشی برای اینکه میخوام ویدیو بگیرم و کیف پولم. اینم از این. آها عینک پرنیانم ببرم بهش بدم با این کرمه که میخوام ببرم چینجش کنم. چینج او مای گاد. تعویض. اینم از این. تموم. این هدفون سوگل که میخواد چیز کنه. خدا نگهدار دوستان. بزن بریم. کیفم اونقدر سنگین شده میترسم الان پاره شه. بای. کافه هم باحاله میتونیم بریم ولی خیلی دیگه خلوته. اینجا شهر کتاب اومده. شهر بازی بامزه. این چقدر بامزه است. دفترچه است. خرید کردیم بچه‌ها. بریم خونه بهتون نشون میدم. یه دونه پیراهن با یک کراپ گرفتیم. یه بچه‌ها رفتن پایین حساب کنن و که بریم. چقدر این آینه کیوته با این ستاش. اینجا کلا پر از لوازم خونه بامزه است. ببینید کلی مغازه‌های لوازم خونه خیلی باحال داره. سلام، چطوری؟ این روزتون بخیر؟ یادم نمیاد آخرین روزی که ویدیو گرفتم چی کار کردم ولی اگه اشتباه نکنم رفتم خرید و اینا. الان میخوام لباسایی که میخوام انتخاب کنم و بردارم و بهتون نشون بدم. از صبح تا حالا درگیر اینم که بیام ادامه این ولاگ رو بگیرم. چمدون جمع کنم هم تموم شده ولی واقعا نمیتونستم چون خیلی حوصله ندارم و اینجوری هم که برم اونجا استراحت کنم چون اصلا واقعا حوصله ندارم. و دیگه حالا ایشالله که اوکی بشه همه جون رو بهتون نشون میدم. اول دامنه‌ای که انتخاب کردم بهتون نشون میدم. خب بذارید اول اینجا رو بهتون نشون بدم بچه‌ها. این که چمدون عزیزم. ببین قرون اومدم یه ریل بگیرم قشنگ پدرم در اومد. این از لباسا که الان دونه دونه نشون میدم تقسیم بندی میکنم. بعد داخل این همه لوازم پوستی ها و اینا رو جمع کردم ریختم که آماده باشه بدونم چی به چیه فقط بذارم تو جاش. لوازم آرایشم همین است. چقدر لوازم آرایشم کمه. دیگه من بگاست و همین. بریم که بهتون نشون بدم. من پایه عزیزمه که با خودم بیارمش برای تولید محتواها بهش نیاز داریم.
اول اگه بخوام دامنه رو بهتون نشون بدم، یه دونه دامن مشکیه، اینو 100 بار دیدیم. اینه یه دامن جینه، چون بشم خودمو ببینم تو دوربین. این دامنه است که دیشب خریدم، خیلی بچه ها خوشگله. مگه میشه انقدر ساحلی و ناز قربونت بشه و اختلاف نکنیم. اینم قبلا دیدین یه 100 بار. این پلنگیه، اینم قبلا دیدین ولی خیلی مستقیم بهتون نشون ندادم، شاید مثلا توی عکس و فیلمه قبلا و اینا مثلا دیده باشین. اینم از این. آخرش هم یه دونه قهوه‌ای تنیسی ساده است که دیگه این از همه چیز واقعا کاربردی تره. خب اینا رو اول تا بکنیم، بعد بریم سراغ چیزای دیگه. یعنی انقدری که من چرا اینا گفت دارم، انقدری که من امروز حوصله نداشتم تو رفتم موزه‌هامو درست کردم. از اونجا مشخص نیست 100%. من موزه‌هامو درست کردم، بعد گفته بودم که میخوام ریل درست کنم. ببین من همیشه با عشق همه ریلامو درست میکنم، ولی امروز اینجوری بودم که ریل ریل دیگه چیه؟ حوصله ندارم و واقعا حوصله نداشتم به معنای واقعی. خب این از اینا دامن های عزیزان. چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم پیراهنه رو بذارید آخر. خب چیزای بعدی ایناست. یه دونه اینه، آره اینطوریه، همچین شکلی اینجوری. حالا اونجا میپوشم میبینید. اینم 2 شب پیش خریدم که گفتم میخوام برم خرید، موقع خریدم. مدلش خیلی با نمکه. اینم که قبلا پارسال خریدم بهتون نشون دادم چند وقت پیش توی یه بلاگ دیگه بود که گفتم میخوام بپوشم برای مسافرت با اون دامن سفیده. این که دیگه معرف حضورتون هست، یه 100 بار دیدین که تو ریلای اینستاگرام دیگه میشناسیدش. از این خب اینو پرنیار برام زده بچه ها. من برند پرنیار رو براتون حتما زیر این پست تگ میکنم، اگر خریدی داشتی میتونید ازش انجام بدید. این شلوارکه رو گرفتم، یعنی سفارش دادم. به علاوه این میتونید شما هم سفارش بدید بچه ها، خیلی خوشگله. حالا این دوتا با همه اونجا میپوشم، ببینید چقدر میازه. خب فقط باید کف خواب کنم که شروک نشه. از این بعد بریم سراغ پیراهنا. پیراهنا رو الان بهتون نشون میدم. پیراهنا یکیش اینه، این سرمه‌ای است، خیلی نازه مدلش، خیلی خوشگله. حالا این همه تو تن مشخص میشن.
خیلی با نمکه. اینه همه رو باید قشنگ بچینم. بعد یه دونه اینه، اینو با این لباسه 2 شب پیش خریدم. اینو پرنیان برام زده. یه پیراهن ساده بلنده، ساده قشنگ راحت. خوراک استخر پشتش هم این شکلیه، بازه. خوراک استخر، ساحل، جاهایی که میخوای دیگه بهتره کنی، دیگه خیلی راحت باشی. از راحتی بمیری. چقدر لباس دارم. یه دونه اینه، پارسال قشون پوشیده بودمش، خیلی نازه. دامنش هم اینجوری کوتاهه، عروسکی طور وای میسته. اینم خیلی نازه تو تن. ساحلی ماهلیه. همه لباسم ساحلیه حقیقتا. چیز بعدی این پیراهن جینه است. خیلی خوشگله. اینو خیلی دوست دارم. خیلی نمونیه. گفتم واسه عکسای یه ذره مثلا چیزی تر. چند تا کیف بردارم واسه اینا. به دردم بخوره. چیز بعدی بچه اینه مثل همون سفیده است ولی رنگ شیریه. حالا مدلشون یکم فرق داره ولی اینم خیلی نازه، عروسکیه دیگه. این از این. خب اینم از این. چند تا چیز بیشتر نمونده. بذارید اینا رو بذارم توی چمدون. بعد بقیه چیزا رو بهتون نشون بدم. این چمدون امیدوارم که مشخص باشه. بذارید داخلش رو بهتون نشون بدم بچه ها. خب این داخل چمدونمه، این شکلیه. کلیدش رو کجا گذاشته؟ از بعد از اون دنبال کلیدشم. قشنگ بچه ها. پرنیان بذارید الان یه خواب دیده بود براتون تعریف میکنم. بذارید اینا رو بذارم تو. بچه ها پرنیان بذارید الان یه خواب دیده بود براتون تعریف میکنم. بذارید اینا رو بذارم تو. این پرنیان خواب خیلی مسخره دیده بود. اونم این که خواب دیده بود که رفتیم چیز، میبینید منو، رفتیم فرودگاه. یهو چمدونش رو باز کرده تو خواب و دیده که چمدون خالیه. و خواب دیتیل داشتم. دیتیلش رو من نمیدونم دقیقا ولی کلا موضوع این بوده که وسیله هامون رو جا گذاشتیم و من بودم که پیراهنای منو آوردی که ما دوختیم در عکاسی و زدیم و اونجوری بود که وای نه پیراهنم نیاوردم و بیچاره تو خواب استرس گرفتم. یعنی زاویه اینو من 100 مدل چرخوندم تا یه زاویه بشه که خوب باشه. آره خلاصه یه بار استرس و اینا گرفته بود و دیگه عملا گند خورده بود تو برنامه ها و داشتش تو یوتیوب خودش تعریف میکرد. گفتم منم بگم بهتون اینجا که چه خواب عجیبی دیده بود. حالا خواب خیلی دیتیل داشتش. مثلا من جزئیاتش یادم نمیاد ولی مثلا بیچاره میگفتش که آره بعد زنگ زدم به دوستان بلند شید بیاید بری خونه ما یه چمدون بردارید همه چی رو بچپونید توش
بفرستید با اسنپ باکس فلان بیسان. گفتم به نظر خودم میرسید این تلاشایی که داشتی میکردی. معلومه که نمیرسید عزیزم. شگر چقدر خر تو خره. یه ویدیو هم میخواستم از بالا بگیرم، از چمن فردا صبح بگیرم. فردا صبح دوستان ببین دل بندم از اونجایی که میخوام برم بیرون در خودم میدم هستم نیستم. اونجایی که میخوام برم بیرون گفتم سریع بهتون اینا رو نشون بدم. بچه کسام تیشرت گرفتم از این تیشرت ها که با مایو اینا مثلا خوشگلی بشن. طرحهای تابستونی. این یکی هم سوسیس اینا رو دیدید. بعد این ست ها رو بذارم تو دیگه. ست هایی که برای خواب و لباس راحتی انتخاب کردم. یه دونه این ست ساتن است توسیه. یه دونه اینه که باید اتوش کنم اون روز بهتون نشون دادم. یه دونه هم این ست آلبالویمه که اینم خیلی خوشگله. چقدر گرمه هوا چون من تیشرت پوشیدم. دلیلش دقیقا همینه. آره خلاصه اینا رو هم بذاریم تو. میخوام برم بیرون. خیلی دیرم شده. آخه من نمیدونم فردا میخوام برم مسافرت دیگه. بیرونت چیه دختر؟ خب دختر بچه واقعا بعضی خیلی عجیبن. تو یوتیوب هم مثل کامنت ها گرفتم جدیدن خیلی خندم میگیره. مثل چرت و پرت. احتمالا این بنده خدایی که کامنت گذاشته الان این ویدیو هم میبینم. عزیزم خیلی عذرخواهی. یه سری چیز هست که دیگه چیز نمی کنم نشون نمیدم. یه سری لباس خیلی راحتیه، بیکینی رنگی، شلوارک و اینا رو 100 بارم دیدیم. لباس راحتیه که میخوام بپوشم. ولی بچه ها خودمونیم. این چمدونه خیلی بزرگه. یعنی من هرچی که دستم بوده رو دارم با خودم میبرم و هنوز یه طرفش کامل خالیه. بهتر ولی عجیب بزرگه. کریان عزیزم دیگه اصلا نیازی نیست با خودم ببرم. خوبه دیگه خالی باشه، خیلی سبک باشه، سنگین نشه. خب البته که این کلاها الان قشنگ دهنمو سرویس میکنم. این کلاها رو ببرم 3 مدل 4 مدل. اینا کفش میخوام. کاملا پر میشه نگران نباشید. خب همه محصولات پوستیم به علاوه این بگ آرایشیم و اینا محصولایی که میخوام باشون ویدیو بگیرم. میخوام با همین پکش بیارم. امیدوارم که درد سرساز نباشه. بعد اینم دیگه پک کامل پوستیم. البته اینا باید برن اون بر. بچه ها اینو نگاه کنید چقدر بامزه. این کاغذه رو جدا بیرون میفروشن. خب 2-3 تا مدل دیگه هم گرفتم ازش.
بعد شامپو بدن و شامپو سر و اینم لیفه. این لیفای اسفنجیه تو همون میشوریش باد میکنه، خیلی بامزه است. این ستارم کردم این تو که یه وقت آب پس نده. همین اینم ماسکاییه که خریدم کلین جا بذاریم. جا اینم از چمدونم. اکسسوریامو ریختم تو این بگه، همه رو درشو ببندم. یه دونه مجله و یه دونه از این بگه آوردم که عکس مکس بگیریم. بعد این بگه رو برداشتم، خیلی مدلش خوشگله، ساده است. این تو کمربندامو گذاشتم. این بگه رو برداشتم که اینم زرشکی خوشگله به استایلام میاد. این صندل سفیده رو برداشتم. این تو 2-3 تا صندل دیگه است. این بگ قهوه‌ای رو میخوام بردارم که کیف دستیم باشه، بذارم روی چمدونم. تو اینم بپر کنم اسلای دم دستیمو.